آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 22 جمادی الاول 1428 هجری مطابق 8 ایونی سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سید برخوردار گرداند. عن عایشه رضی الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فلما خرج قلت دخل أبو بكر فلم تحتش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. حدیث با روایت امام مسلم است که در صحیحشان تحت رقم 6159 جای گرفته است. یعنی مادرمان حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک پهلو در خانه نشسته بودند و ساقهای پایشان لوچ بود که کرتشان بالاتر شده بود و ساقی پایشان نمایان بود و در همین حالت حضرت ابوبکر اجازت پرسیدن گرفتند. حضرت اجازت دادن، حضرت ابوبکر به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شدند و پیغمبر حالت خودشان را تغییر نداده با آن کس صحبت کردند. بعدن حضرت عمر اجازت پرسیدن گرفتند و حضرت اجازت دادن، حضرت عمر داخل شدند نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نشستند با آن کس صحبت کردند و حالت خود را هیچ خیل تغییر ندادند. بعدن حضرت عثمان اجازت پرسیدن کردند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجازت دادند. حضرت عثمان وقتی که داخل شدند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حال از جای خود خسته ایستاده لباسهای خودشان را درست کردند و پایهای خودشان را پوشانیدند. بعد از آن که صحبت آنها به پایان رسید و همه برآمده رفتند، حضرت عایشه مادر ما میگویند که من به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعدم گفتم که ابوبکر در آمد، چرا شما حالت خود را تغییر ندادید؟ عمر در آمد، چرا شما حالت خود را تغییر ندادید؟ اما وقتی که عثمان اجازت پرسیدن کرد، چرا شما در حال خسته ایستاده در جای خودتان نشستید و لباس خودتان را درست کردید و پایهای خودتان را پوشانید؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب چی گفتن؟ آیا من شرم نکنم از مردی که فرشته ها از او شرم می‌دارند؟ یعنی صحبت ما و شما در اطراف خلیفه سوم رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم، عثمان با حیا رضی الله عنه. این ذات نامشان عثمان است و نام پدرشان عفان است. مادرشان اروا نامزنی است که از جمله اولین شخصان اسلام را قبول کرده است و نسبشان از جهت پدری به عبدالمناف که یکی از بابایان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است رفته ایستاده با پیغمبر یک می شود. از جهت مادری باشد، مادری عثمان که اروا نام دارد دختری عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت عثمان رضی الله عنه 6 سال بعد از تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند، یعنی از پیغمبر 6 سال خورد هستند. لقبهایشان ابو عبدالله، ابو عمرو، امیر المؤمنین، اما با لقب ذوالنورین بسیار هم مشهور هستند. چرا ذوالنورین میگویند؟ زیرا اینکه معنی ذوالنورین صاحب دو نور، به خاطر آنکه حضرت عثمان رضی الله عنه اولا با دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رقیه ازدواج کردند. بعد از آن که حضرت رقیه وفات میکنند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دختری دوم خودشان ام کلثوم را هم به ازدواج حضرت عثمان رضی الله عنه می‌دارند. بنابراین هم حضرت عثمان اگرچند که با لقب‌های ابو عبدالله و ابو عمرو و امیر المؤمنین در تاریخ ها نام گرفته میشوند، اما با لقب ذوالنورین مشهور هستند که 2 مراتبه به شرف دامادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند. و حضرت عثمان رضی الله عنه با دعوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام را قبول کردند و این ذات هم از جمله اولین شخصانی هستند که اسلام را با جان و دل قبول کردند. حضرت عثمان رضی الله عنه به 2 هجرت شرفیاب شدند. اولا وقتی که احوال مسلمان ها در مکه خیلی وزنی شد، حضرت عثمان با زوجه اشان رقیه با مصلحت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سرزمین حبشه هجرت کردند و بار دوم پیغمبر حضرت عثمان رضی الله عنه از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کردند. و حضرت عثمان رضی الله عنه در همه جنگ ها همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، اشتراک داشتند غیر از جنگ بدر. و سببی در جنگ بدر اشتراک نکردن حضرت عثمان رضی الله عنه این است که زوجه اشان رقیه که دختر پیغمبر بودند همون شب و روزها بیمار وزنی بودند و وقتی که لشکر برای جنگ بدر آماده می شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حضرت عثمان رضی الله عنه خواهش کردند که به جنگ نرود و بیمارداری زوجهش رقیه را به عهده خودش گیرد. بنابر همین هم حضرت عثمان به سبب بیمارداری زوجشان رقیه و جنگ بدر اشتراک کرده نتوانستند و در همون روزی که مسلمان ها در غزوه بدر غلبه کردند، حضرت رقیه هم دنیا را پدرود گفتند. خدا راضی باشد از آن کس. با وجود آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان را از جمله شخصان حساب میکنند که در بدر اشتراک کردند و هر کسی که در غزوه بدر اشتراک کرده ایستاده از غنیمت
چی مقدار حصه‌ای که برای او معین شده بود گرفته باشد، همان مقدار یک جنگاور را پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حضرت عثمان هم جدا کرده دادند که این هم دلیل آن است که حضرت عثمان اگرچنده که در غزوه بدر اشتراک نکردند اما از جمله اشتراکچیان غزوه بدر حساب می شوند با گفته پیغمبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت عثمان رضی الله عنه از جمله اشراف و بزرگان مکه بودند. بسیار شخص پرهیزگار و در بین خاص و عام با صفتی شرم و حیاءشان مشهور بودند که بسیار آدمی شرمگینی با حیا بودند و نهایت شخصی دلسوز و مهربان و قلبی ملایم داشتند که به هیچ کس سخت رسیدن و سخت گفتن را دلشان نمیشد. حضرت عثمان رضی الله عنه از جمله شخصان ثروتمند مکه بودند که وقتی که اسلام را قبول کردند بسیار ثروت و مال خودشان را در راه اسلام و مسلمین صرف کردند. از جمله در تاریخ مشهور است که حضرت عثمان رضی الله عنه جیش الاسره را پره با مبلغ خودشان یک لشکری مکمل را که جیش الاسره نام دارد در تاریخ پره با ثروت خودشان جهازانیده به جنگ گسیل کردند. چرا این لشکر را جیش الاسره میگویند؟ زیرا که در تابستان نهایت گرم و تفسانی که هم تو زیر آفتاب برآمده ایستادن خودش یک کار مشکل بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لشکری را آماده کردند تا اینکه به تبوک رفته ایستاده با لشکری روم جنگ کنند. از بس که هوای تفسان بود و شرایط مسلمان ها خیلی تنگ بود، بنابراین این لشکر با نام جیش الاسره یعنی لشکری پرمشقت مشهور است که حضرت عثمان رضی الله عنه در همان وقت تنگی از ثروت خودشان همین لشکر را پره برای جنگ آماده کردند. عن عبد الرحمن بن خباب رضی الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش الأسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله لله علي 300 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه. حدیث با روایت امام ترمذی است که در کتابشان جلد 5 صحیفه 625 جایگیر شده است. یعنی این تصدیقی همون گفته بالا است که حضرت عثمان جیش الاسره را چیکار کردن؟ تجهیز کردن. از عبدالرحمن ابن خباب ابن ارد یکی از مسلمان‌های پیشقدم و سابق بود و عبدالرحمن پسر همین خباب روایت می‌کند که من شاهد بودم نبی صلی الله علیه و سلم را در حالی که آن کس مردم را ترغیب می‌کردند به یاردم کردن لشکر اسره. جیش الاسره برای جهازانیدن مردم را ترغیب می‌کردند که یاردم کنید با پولتان، یاردم کنید با چیزتان تا اینکه لشکر برای جنگ دشمن آماده باشد. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم را ترغیب کردند به جهازانیدن لشکر اسره، میگن حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه خسته ایستاده گفتن که ای رسول خدا من 100 شتر را با زین و بند و تمام چیزهایش برای این لشکر بخشیدم در راه خدا.
بعدا باز پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب کردن که برای لشکری اسره یاردم کنه. بگوین حضرت عثمان باز خسته ایستاده بودن که ای رسول خدا 200 شتر با تمام زین و بندش در راه خدا من برای این لشکر بخشیدم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باری دیگر مردم را ترغیب کردن به جهازانیدن لشکری اسره. باز هم حضرت عثمان رضی الله عنه خسته ایستاده بودن که ای رسول خدا 300 شتر با تمام زین و بندش من در راه خدا بخشیدم تا اینکه این لشکر برای جنگ دشمن اسلام آماده باشد. و بعدا عبدالرحمن ابن خباب میگوید که من رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دیدم که از منبر پایان میفرامدند. بعد از ترغیبشان به یاردم کردن لشکری اسره از منبر میفرامدند و این جمله را 2 بار تکرار کردند که بعد از این عثمان هر کاری کند هم به او ضرر ندارد. بعد از این عثمان هر کاری کند هم به او ضرر ندارد. که در چنین یک حالتی وزنین و پرمشقت و از کیسه خودش برآورده ایستاده اینقدر مبلغ را برای جهازانیدن لشکری اسره در راه خدا بخشید که بعد از این اگر عثمان کدام کاری گناهی هم کند گناه او علیه بخشیده شده است. این از فضیلت حضرت عثمان رضی الله عنه که در یک حدیث در وصف حضرت عثمان رضی الله عنه رسول گرامی صلی الله علیه وسلم گفتند. در روایت های دیگر باشد میگویند حضرت عثمان برای جهازانیدن این لشکر 1000 شتر 50 اسب و 1000 دینار طلا آورده ایستاده به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دادند. و با روایت امام بخاری باشد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند من جهز جیش العسرة فله الجنه فجهزه عثمان. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هر کس که لشکری اسره را آماده کند با پول و مالش یاردم کرده ایستاده در عوضش برای او جنت داده می شود. و میگن فجهزه عثمان و همین لشکر را حضرت عثمان رضی الله عنه با پولی نقدی خودشان با ثروتی نقدی خودشان جهازانیدند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این سخن خودشان و حضرت عثمان بشارت جنت را دادند. دوم کاری که در تاریخ ها مشهور است، البته یاردم هایی که حضرت عثمان کرده اند در راه اسلام و مسلمین زیاد است، لیکن کلانتر و مشهورترش را ما برای شما ذکر میکنیم که اگر یکی آماده کردن لشکری اسره باشد در تبوک با لشکری رومی ها، دوم کاری نمایانی که حضرت عثمان رضی الله عنه کردند این بود که در مدینه یک چاهی بود با نام رومه، بسیار هم آبش خنک و شیرین و صاف و مصفا بود که صاحب این چاه یک مرد یهودی بود و هیچ کسی اجازت نمیداد که بی پول از آب این چاه استعمال کنند. مثل که مثلا آب زیاد است در استراوشن اما مثلا آب زلال با پاکیزگی خودش با شیرینی خودش مشهور است. در مدینه هم آب بود اما آب چاهی رومه با خنکی و شیرینی خودش بسیار مشهور بود. از بس که آب شیرین و گوارا بود یهودی ها همین زمان همین پخته می شود. همون زمان همین چاه در دست یک یهودی بود و هیچ کسی بی پول نمی‌ماند که از آن یک قطره آب نوشد یا استعمال کند. حضرت عثمان 35,000 درهم به همین چاه از یهودی خریدند و آن را بی پول در اختیار مردم گذاشتند و خودشانم خطار مردم. اگر مردم یک پیاله از همین چاه می نوشید حضرت عثمان هم یک پیاله می نوشید. اگر مردم در نوبت ایستاده از همین چاه آب می نوشید حضرت عثمان هم این چاه هم خریدگی گفته آمده ایستاده بی نوبت از چاه آب نمی نوشید.
خودشان به مثل یک نفر شهروند شهر مدینه قطار مسلمان ها همچون یک مسلمان برای خودشان یک حصه قائل بودند و خلاص. که در اون زمان یک چاه خریده ایستاده بی پول و مردم در اختیار مردم گذاشتن. این کار هر کس نبود، اگر می بود کسی دیگر میکرد و این کار را خداوند به حضرت عثمان خلیفه سوم رسول خدا صلی الله علیه و سلم نصیب گردانه. حضرت عثمان رضی الله عنه فضیلت های دیگرشان این است که از جمله راویان حدیث بودند که هم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیث ها روایت کردند، هم از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، هم از حضرت عمر رضی الله عنه حدیث ها روایت کردند و دیگر صحابه ها و دیگر تابعین باشند هم از حضرت عثمان رضی الله عنه حدیث ها روایت کردند که امروز در تمام کتاب های احادیث ما حدیث ها را روبرو میشیم که از حضرت عثمان رضی الله عنه روایت شده است. و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه سرزمین های زیاد و تصرف اسلام و مسلمان ها داخل شد که از جمله نام بردن ممکن سرزمین خراسان، کرمان، سیستان، افریقا، قفقاز و ارمنستان که اینها همه در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه در تصرف اسلام و مسلمان ها داخل شد. و از کارهای دیگری که حضرت عثمان رضی الله عنه در زمان خلافتشان کردند، این قرائت قرآن را با یک لهجه قریشی و قرائت در آوردن حضرت عثمان بود. چون تا این زمان قرآن را هر منطقه سرزمین عربستان با لهجه های خودش قرائت میکرد و آنهایی که با عربها و زبان عربی شناس هستند، زبان عربی یکی از زبانهای خیلی سیر لهجه است. مثلا زبان ما و شما هم لهجه های زیاد دارد. لهجه استراوشنی ها از لهجه خوجندی ها فرق میکنند، لهجه خوجندی ها از لهجه حصاری ها فرق میکنند، لهجه حصاری ها از لهجه کولابی ها فرق میکنند، لهجه کولابی ها از لهجه قراتگینی ها فرق میکنند. هر یک منطقه تاجیکستان باز به خودش خاص لهجه دارد، اگرچند که اینها همه زبان های تاجیکی هستند. و عرب ها هم امیخ لهجه های گوناگون کتی گپ میزدند و قرآن را هم با لهجه های گوناگون قرائت میکردند. و در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه اکنون بعضی اختلاف ها بین همین گروه ها سر زد که بعضی گروه های عرب که قرآن را با لهجه خود میخواندند میگفتند که لهجه ما بهتر است، گروه دیگر میگفت که لهجه ما بهتر است، که الکی در قرائت قرآن بین مسلمان ها اختلاف پیدا شده بود. وقتی که از این حالت حضرت عثمان رضی الله عنه با خبر شدند، چیکار کردند؟ لهجه قرآن با بزرگترین و مشهورترین لهجه قریشی کتابت کردند و باقی مانده نسخه های قرآن را همه‌اش را نابود کردند که آینده باید همه مسلمان ها با یک لهجه قرآن را قرائت کنند، لهجه قریشی، تا اینکه سبب اختلاف و خرج و مرج ها نشود. که البته این کار حضرت عثمان رضی الله عنه کار ثوابی بود که تا به امروز در قرائت قرآن بین هیچ یک مسلمان اختلاف وجود ندارد. و از کارهایی که حضرت عثمان رضی الله عنه در زمان خلافت خود کردند، این وسیع کردن مسجد الحرام و مسجد نبوی بود که روز از روز شمار نمازخوانها زیاد میشد و در نماز جماعت در مسجد برای نمازخوانها جای یافت نمیشد. مثل که الحمدلله امروز هرچند ما مسجد را وسیع میکنیم باز هم جا برای نمازخوانها نمیرسد. خداوند این را سبب پیشرفت و ترقیات و خوشبختی ما و شما در دنیا و آخرت گرداند و باز هم صف نمازخوانها را خصوص از بین جوانها زیاده گرداند
که برای وسیع کردن مسجد الحرام و مسجد نبوی هم لازم بود که از اطراف زمین را همراه کرده بنا را وسیع کرده شد. اما در اطراف زمین‌های مردم و زمین خانه‌های مردم بود. حضرت عثمان رضی الله عنه از کیسه خودشان پول داده ایستاده به صاحبان زمین اطراف این دو مسجد زمین‌ها را خریدند و مسجد نبوی و مسجد الحرام را از حساب خودشان وسیع کردند که این هم یک خدمت بزرگی بود در راه اسلام و مسلمین. و از جمله کارهایی که حضرت عثمان رضی الله عنه در زمان خلافتشان کردند این تشکیل کردن پالیس بود، میلیسه. تا این وقت چنین یک تشکیلات وجود نداشت و این چنین دارالقضاوت را تشکیل کردن میتوان گفت که به مانند پروکراتوری امروزه. یعنی همین دو تشکیلات را حضرت عثمان رضی الله عنه در زمان خلافت خودشان تشکیل کردند، چون جماعت مسلمان ها و سرزمین دولت اسلامی روز از روز زیاد می شد. برای نگاه داشتن ترتیبات چنین یک تشکیلاتی که امروز با نام پلیسیا یا میلیسیا در دنیا مشهور است حضرت عثمان رضی الله عنه تشکیل کرده بودند و اینکه دارالقضاوت و مانند پروکراتوری امروزی که شهروندان برای دعواهای خودشان و مرکز اسلامی آمده ایستاده شکایت ها میکردن و این کار از عهده یک نفر یا دو نفر نمی برآمد. بنابراین حضرت عثمان رضی الله عنه دارالقضاوت را و مانند پروکراتوری امروزه تشکیل کردند که جماعت مسلمان ها می توانستند آمده ایستاده به اینها مراجعت کنند. و عموما خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه 12 سال دوام کرد. لیکن دشمن ها از 4 طرف دائما در منتظر آن بودند که چگونه و چه خیر همین دولت مسلمان ها را ما ضعیف کردیم. و سردار دشمن ها یهودی ها بودند که آنها نرم رفتاری و ملایم دلی حضرت عثمان رضی الله عنه استفاده کرده ایستاده در سرزمین مسلمان ها فتنه را پهن کردن گرفتند که حضرت عثمان در همه پاست ها یعنی منصب ها خویشاوندان خودش را گذاشته است و آنها را از کار خالی نمی‌کند و به آنها جزا نمی‌دهد و گفته ایستاده در تمامی سرزمین های مسلمان ها هر کجایی که بودند نماینده های این فتنه‌گرها پهن شده ایستاده این فتنه را در بین مسلمان ها بیدار کردند و از این ملایم رفتاری و نرمدلی حضرت عثمان رضی الله عنه استفاده کرده ایستاده توانستند که یک گروه شورشگران را از 4 طرف جمع کرده ایستاده به شهر مدینه بیارند و خانه حضرت عثمان را با خود حضرت عثمان و خاندانشان در محاصره گیرند و محاصره شورشگران و فتنه‌گرها در اطراف خانه حضرت عثمان رضی الله عنه 40 روز دوام کرد که در دوام این 40 روز حتی اینکه وارد کردن آب را به خانه نمیگذاشتند که از آب حضرت عثمان و خاندانشان تنفسی میکشیدند. و متاسفانه صبح روز عید قربان سال 23 هجری هنگامی که حضرت عثمان رضی الله عنه در محراب خانهشان بالای قرآن دو زانو نشسته تلاوت قرآن میکردند یک گروه شورشگران و فتنه‌گرها به خانه حضرت عثمان زده در آمدند و حضرت عثمان را در همون حالتی که تلاوت قرآن میکردند شهید کردند. و این روزها مورخ‌ها میگویند حضرت عثمان رضی الله عنه 62 سال را پر کرده ایستاده به سن 63 قدم مونده بودند و حضرت عثمان رضی الله عنه را بیرون از شهر مدینه در 8 کوکب گفتگی جا قبر کردند
که 8 کوکب هم زمینی بود که در پهلوی قبرستان بقیع بود و حضرت عثمان رضی الله عنه در زمانی که زنده بودند همین زمین 8 کوکب را خریده ایستاده با پول خودشان به قبرستان بقیع همراه کرده بودند و جسد مبارک حضرت عثمان رضی الله عنه را مسلمان ها در همین زمین 8 کوکب که در پهلوی قبرستان بقیع بود به خاک سپاریدند که خدای تبارک و تعالی از این ذات راضی باد و محبت این ذات را به ما و شما هم زیاده گرداند و خدای تبارک و تعالی ما را از پیروان حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم گرداند. این بود معلومات مختصر در اطراف حضرت عثمان و سالهای خلافت آن کس و چه کارهایی که این کس کردند و انشاءالله هفته آینده با حدیث ها تصدیقی این و فضیلت های حضرت عثمان رضی الله عنه را خواهد شنید. ما وقتی از آن چند دقیقه وقت داریم، اگر چند سوال‌ها ساده و تکرار هم باشد، شاید بعضی جوان‌ها نه این چیزها که واخوردگی جواب بدهیم. خب خواهش من همین است که بعد نماز شام تسبیح گفته می شود یا نه؟ 3 بار سبحان الله الحمدلله الله اکبر و در مذهب امام اعظم نماز شام چقدر وقت دارد؟ التماس جوابش را منتظر هستم. 3 بار تسبیح و تحمید و تکبیر گفتن بعد از هر نماز فرض موافق حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم امر ثوابی است که البته اختیاری است. اگر شما میکنید ثواب میگیرید، اگر نمیکنید شما هیچ کس فردای قیامت نمیپرسد که چرا نکردید. و فرق ندارد نماز شام است یا نماز عصر است. اما آنکه ما بعد از نمازهای 5 وقته به طریق دست جمعانه این ذکرها را میکنیم، این یک عادت ما مردم است که اگر به این عادت رعایت کنیم و این آداب رعایت کنیم، اگر هم آداب مسجد رعایت میشد و هم ما و شما از ثواب این تسبیح ها برخوردار بشیم. اگر نه هیچی آخی هر کس خودش میدونه. لیکن باز هم میگویم، چند بار هم گفتم که فرق ندارد بعد از شام یا بعد از عصر. خب اکنون من نمیدونم که چرا بعد از شام در جایهای ما به رسمیت ندر آمده است. اگر شما میخواهید شیرید تسبیح گرداندن گیرید، هیچ ضرر ندارد. وقتی نماز شام بعد از فرو رفتن آفتاب اون طرف 1.5 ساعت وقت دارد، یعنی تا در آمده وقتی خفتن نماز شام از خواندن ممکن. لیکن شما حرکت کنید که نماز شام هرچی بیشتر در وقتش خوانید، چرا که به روایتی بعضی روایت های دیگر نماز شام وقتش تنگ است. بنابر همین شما حرکت کنید که در اول وقتش خوانید. اگر با یگان کار بند شدید، مشغول شدید، شما میتوانید تا داخل شدن وقت نماز خفتن که 1.5 ساعت است نماز شام نخوانده باشید، خوانید، انشاءالله درست میشود. خب آیا در آستانه نشستن منع؟ زیرا پدران و مادران ما را از به آستانه نشستن منع میکنند. خب آستانه به نشستن یا نشستن این در شریعت در یگان جا من ندیدم، لیکن در نزد در نشستن خوب از آداب بیرون است.
نزدی دروازه بنشستن، لبی ره بنشستن، این خودش از آداب بیرون که همون سری راه به شیشتن خودش پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن که اگر سری راه به شنیدن گفتن شما چیکار کنید؟ باید کفارتش تید. کفارتش اینه که گذشتگی آدم به سلام تید، گذشتگی آدم غیبت نکنید، سلام تید علیک گیرید. اگر این کارها رو کرده میتوانید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خب میتوانید استید. لیکن وقتی که سری راه به استادی، البته شما همه سلامش به علیک گرفته نمیتونید، همه به سلام داده نمیتونید، نامحرم ها میگذارد شما از همه آنها چشم پوشیده نمیتوانید. انا آستانه در به نشستن هم همون لبی در به استادن شاید حکمش قریب یک باشه. بنابر همین بچه های عزیز شما عادت نکنید آستانه در به یا لبی روش دنن. جوراب را از دستی کسی گرفتن و جوراب را راست ماندن چی؟ هیچی. تیاد گیرید، نه تیاد نگید. راست مانید راست میستد، خواب میخورد هیچی. و بیچاره جان ندارد که راست مانید و خودشو پرتابه. هیچی. این گپای بیمانید. جوراب راست مانید یا چه خیلی شما موفق باشد مبزن میدید. آویخته میمونید از شما خواهش میکنیم که بعد از تکبیر کمی ایستاده بعد نماز را آغاز میکنید، زیرا صفهای آخر هم جابجا بشدن. خب شما را چخام باشتن که سفر تیز کنید هم خودش. تکبیر برای چی؟ تکبیر برای سفر راست کردن، طره کردن. مسلمان باید همین چخام باشد که در مدت تکبیر باید سفر آماده کنه. ما اول یک تکبیر هم زیادتر داشت شوید ترگورید بگوییم، با تکبیر بگوییم، بعد دیگه با ایستیم. شما هم چخام شوید، خب منم این چیز رعایت میکنم. خب باید نکن سوال اختلافی دادن اینشه نمیگوییم، بهترش که بشت براتمون ببر خوبتر است. هر چیزی بد که بین مردم به آشکار شود، چیزی بنا که بشت برادگر بدبو بشد جمعیت. سوال هم وقتی که همیشه بدبو شود دیگر فکر جمعیت بدبو میشد. بیایید مانید پروردگار هر کس را توفیق دهد. من مسجد، من امر معروف، من نهی منکر و هر کسی معقول باشد مرحمت. اگر خطا باشد خالصانه بیایید روبرو ما اصلاح کنیم. اگر نه بیایید کن همین کشکش و اختلاف و این مذهب و این مذهب یک طرف رو مانید. الله اکبر. با میگه من مسجد، من شرایط، من امر معروف، من نهی منکر، بیایید گوش کنید، عبادت کنید. خب اگر بجاش خطا باشد روی راست من حجره بدرایید، من بگویید خطاگیش من اصلاح کنم. اگر نه بیایید مانید کنید. مذهب ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم این دوره حیاتشان به الکه آگاه کنه موندن که بعد از من امتم 73 گروه به تقسیم میشد، نه 72 تاش دوزخ و یک تاش جنت به گفتگی. ما نداریم ما 72 تا اینجا به اینقدر نامش نگیرید، اما 72 تا افضایش بیزار شوید. ما اهل سنت و جماعت هستیم، در روش امام اعظم رحمت الله علیه هستیم. انشاءالله همین کتی دنیا بایم آخرت بایم سربلند بشیم. من وعده میدیم شما خواطر نشوید. و اینجا یک 3 جوان 2000 روبلی روسی داده ایستاده خواهش کردن که در حقشان دعا کنیم تا که خداوند برایشان فرزند عطا کند. خالصانه دست برداشته شده در حق جوانها دعا میکنیم خدای تبارک و تعالی خیر و احسانشان مقبول درگاهش گرداند و چی مرا اون مقصد نیکی که داشته باشم برآورده خیر گرداند و بیماران اهل اسلام پروردگار شفای عاجل و کامل عطا کند و سفر بودگان پروردگار سفر بی خطر برایشان نصیب گرداند که سالم و غانم به نزد اهل و عیالشان بازگردند
و به فرزندان ما و همه آنهایی که طلبکار فرزند هستند پروردگار فرزندان صالح عطا کند. خدای تبارک و تعالی قدم‌های ما را در راه ایمان اسلام مذهب سنت و جماعت استوار نگاه دارد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. کسی سال صفای یک بار پر کنید دهنی در و آدم ها منتظر که جا خالی شد و ما جا بریم. خب دیگر برادرایم چند خیلی کردن که همگی 220 سامانه 1000 سومی ازبکی و غیر از 2000 روسیه گرفتیم. خب یک جوان دیگر برای آبادی مسجد 150 سامان خیرات کرده است و یک شخص دیگر 2000 سومی ازبکی و یک جوان 5 سامانی. خب دیگر ها هم همین مبلغ‌های گوناگون. البته دعا میکنیم که خدای تعالی خیر و احسان این برادرایم مقبولی درگاهش گرداند و چی مرام و مقصدی نیکی که داشته باشم برای خیر گرداند. آمین.